و یا برادر در صحبت گذشته حدیث ابو هریره را گفت که بعضی حدیث های ابو هریره شبهناک است. گفت ما گفتیم که حدیث هایی که از ابو هریره ثابت شده است و صحیح است همش حدیث های باوریناک است، ولی در رفت جملهش من بعد اینکه نوار را گوش کردم دیدم که او آدم یک چیزی دیگر هم پرسیده بود است، لیکن این حدیث ابو هریره نیست آخر، برای همین ما شاید جواب ندادیم. میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وحی بار اول آمد و دیگر نآمد یا مدت قطعی وحی شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم خودکشی کردنی بودند. گفت و به این حدیث به ابو هریره نسبت داد. این حدیث ابو هریره نیست، ولی در صحیح بخاری آمده است، ولی این قول زهری هست، قول امام زهری است. این قول یگان صحابه نیست، امام زهری تابعین هستند و این روایت ضعیف است. بعضی گفتنش ممکن که چه خیلی در بخاری، این حدیث نیست در بخاری. این بخاری همطور رحمت الله علیه تعلیقا ذکر کردن این بلاغات زهری هست، بنابراین فیما بلغنا گفت اون چیزی که به ما رسیده آمد، این درست نیست، این ضعیف است. و این گونه به بخاری نسبت دادن بلاغات بعضی علما گفتن که این عزوی فاحش است، یعنی هر یک کلمه‌ای که در بخاری هست صحیح بخاری هست نگوید که روایتی بخاری، برای آنکه امام بخاری در صحیح بخاری هر حدیثی که با سند ذکر میکنه و حدیث صحیح است، لیکن بعضی قولها را در پایان حدیث و در بالای حدیث همچون نقل میبیارن و در اونها شرط ماندگی نیستن که اون صحیح است، اون اسناد هم ندارد. و هر حدیثی که سخن زهری در دیگر کتاب ها با اسناد آمدگی باشد اونها ضعیف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتب در حیاتشان قصد خودکشی نکردند. الله تعالی اعلم.